سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من یاسین هستم و اینم کانال خودتون یعنی کایزر هستش. برای وصل کردن بازی به جیمیل قبل از هر چیزی باید یک جیمیل بسازین که روند و آموزشش رو براتون میذارم و بعد بریم سراغ وصل کردنش به بازی. و اینم بگم که بچه ها آخر ویدیو شرایط یه قول کشی بهتون میدم که حالا یا شامل جیم، سی پی، یو سی یا بچه نقد میشه. پس حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. بزن بریم. خب بچه ها، برای ساخت جیمیل وارد برنامه گوگل میشین، بالا سمت چپ روی پروفایل کلیک میکنین. همینجا یا حالا اگه کسی جیمیل نداشته باشه، اگه کسی جیمیل داشته باشه روی فلش باید کلیک کنه. اگر هم کسی نداشته باشه همونجا علامت افزود زدن یک حساب دیگر میاد براش، روش کلیک میکنیم. از زدن اثر انگشت و رمز گوشی پایین سمت راست ایجاد حساب میزنیم برای استفاده شخصی من. خب نام خانوادگی که خیلی هم مهم نیست، فقط یه چیزی باشه که بتونین حسابتون رو بسازین. اینکه نام خانوادگی رو زدیم و بعدی رو زدیم، سال معمولا گیر میده. حتی بالای مثلا سال 2000 به بالا بزنیم معمولا گیر میده. سال 1989 بزنیم معمولا گیر نمیده برای این سال. ماه و روز هم خیلی مهم نیست، جنسیت هم همچنین. خب بعدی رو میزنیم. خب حالا اینجا از ما یه جیمیل میخواد، حالا نشانه‌ای که خودمان دوست داریم داشته باشیم. حالا مثلا بر فرض مثال این جیمیلیه که من دوست دارم. خب بعد ساختن جیمیل یک گذرواژه ازتون میخواد که ترجیحاً چیزی باشه که یادتون بمونه. حالا ما این گذرواژه میزنیم بر فرض مثال کایزر. خب بعدی رو میزنیم. اینجا میخواد که مثلا گذرواژه رو ذخیره کنه توی گوشی که حالا دل بخوای خواستین حالا نه رو بزنین، خواستین هم ذخیره رو بزنین که ذخیره رو میزنم من. خب از اینجا بعد خیلی مهم نیست، فقط باید بعدی و اینجا موافقم رو بزنیم. حالا ما این جیمیل ساختیم. اگه وارد برنامه جیمیل بشین بالا سمت چپ روی پروفایل بزنین، جیمیل شما میاد بالا. و اگر هم خواست طریق گوگل هم میشه روی پروفایل بزنین و جیمیلتون رو ببینید. بالا بریم سراغ وصل کردنش به بازی. خب بچه ها، این قسمت وقتی که وارد بازی میشین، حالا فری فایر و کال آف دیوتی موبایل و پابجی هم به همین شکله، روی پایین سمت راست روی مور کلیک میکنید. بعد حالا ما یک جیمیل گوگل ساختیم، برای همین هم باید همین ساینینگ وایت گوگل رو بزنیم که علامت گوگل هم هست پیشش، همون وسطیه. بچه بعد از وارد کردن جیمیل و کلیک کردن روی صفحه، وارد این صفحه میشیم که بعد اسم و حالا نشانی و این چیزا رو بزنیم که خیلی مهم است. به قول معروف آموزش هایی هم که برای افراد مبتدی، حالا اگه خواستین نگهش دارین، اگر هم خواستین نگهش ندارین، چون معمولا یه اسم عجق عجق باید بزنیم که قبول کنه. تو مرحله رو انجام دادیم و حالا ممکنه یکی دو دست هم مجبور بشین بازی کنین. وارد این صفحه میشین. حالا برای اینکه مطمئن بشین که وصل شده به بازی، بالا سمت راست روی تنظیمات کلیک کنین و بیاین گزینه آخر. خب این بالا علامت گوگل آمده. خب همون جایی که گوگل هست، فیسبوک هست، ایکس هست، اینا هستن، علامت گوگل آمده. اگر آمده بود برای شما هم یعنی اینکه حسابتون وصل به اون جیمیلی که ساختین. اگر هم یه نوشته قرمز بود حتما یه جای اشتباه رفتین و به قول معروف وصل نیست به جیمیل. خب بچه ها، ما به همین راحتی الان حسابی که ساختیم هست روی جیمیل و فقط یه نکته رو که باید بگم اینه که برای بازی مثل فری فایر و کال آف و پابجی که گفتم به همین شکله، یعنی خیلی تغییر آنچنانی نداره.
ولی برای بازی مثل کلش رویال یا آفکلند یه خورده متفاوته که اونم خیلی سخت نیست. عکسشو آخر همین ویدیو میذارم که بشه روندیه که از اون طرف هم هیچ مشکلی نداشته باشین. یک کد برای جیمیلتون میاد و همون رو باید وارد کنین. حالا عکسشو براتون میذارم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگه میشه حمایت کنین، لایک کنین، ساب کنین و حتما کامنت بذارین. شرایط قرعه کشی هم به این شکله که بین کسایی که کامنت گذاشتن و ساب کردن و لایک کردن، اگر کامنت ها به حداقل 35 تا برسه، به قید قرعه حالا یا 110 تا جم یا مثلا 100 تا سی پی، 100 تا یو سی پابجی، یا حتی اگر هم کسی خواست مقدار پولش رو به صورت کارت به کارت براش واریز میکنیم. خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.